سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دیدار مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در تهران با رئیس پارلمان بنگلادش و گفتگو درباره گسترش روابط دوجانبه. برگزاری دومین دوره نشست مشورتی سیاسی میان وزارت امور خارجه افغانستان و روسیه در کابل. و مبادله میلیاردها یورو میان اروپا و رژیم اسرائیل همزمان با نسل کشی در غزه. امروز شنبه 13 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها، مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در تهران با حافظ الدین احمد رئیس پارلمان بنگلادش درباره گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و بنگلادش به ویژه توسعه روابط تجارتی میان دو کشور گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه میگه که آقای متقی ظرفیت‌های تجارت دوجانبه میان افغانستان و بنگلادش را قابل توجه دانسته و تاکید کرده است که این فرصت باید برای رشد اقتصادی هر دو کشور مورد استفاده قرار گیرد. دومین دوره نشست مشورتی سیاسی میان وزارت‌های امور خارجه افغانستان و روسیه در کابل برگزار شد. در نشست بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش سطح تجارت، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های عملی در زمینه فعالسازی دهلیزهای ترانسپورتی و ترانزیتی تاکید شد. دو طرف این مشورت‌های سیاسی را برای تقویت روابط دوجانبه و پیشبرد منافع مشترک مهم دانسته و تصمیم گرفته شد که سومین دور این نشست‌ها در مسکو برگزار شود. وزارت صحت عامه میگوید که یک محموله ادویه به ارزش 615,000 دلار برای شفاخانه‌های ولایتی و مراکز صحی ولایت ننگرهار ارسال شده است. این محموله شامل 64 قلم ادویه برای شفاخانه ولایتی و 62 قلم برای مراکز ولسوالی ها می باشد. و در آخرین خبر، بر اساس یک گزارش با وجود ادامه جنگ غزه و اتهام‌های مربوط به نسل کشی علیه رژیم اسرائیل، میلیاردها یورو همچنان میان نهادهای اتحادیه اروپا و این رژیم مبادله می شود. الجزیره به نقل از این گزارش گفته است که این همکاری‌های اقتصادی با وجود انتقادهای گسترده بین‌المللی از جنگ غزه همچنان ادامه دارد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.